في مكة بدأت حكاية ومحمد كان البداية في الدنيا نشر الهداية صلى الله عليه وسلم ولد لم يعرف آباه كان اسمه عبد الله مات قبل أن يراه صلى الله عليه وسلم يتيم ليس أبوه معه والله يراه ويسمعه أرسل حليم لترضعه صلى الله عليه وسلم بحليمة الطيبة التحقه للبادية معها انطلق عن أمه آمنة افترق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. امروز ما از مدینه منوره دیدن میکنیم. امروز ما به زیارت مسجد نبوی خواهیم رفت. مسجد نبوی یکی از مسجدهای بزرگ و مشهور می باشد. مسجد نبوی مسجدی که در مدینه منوره جای گرفته شده است. هر یکی ما میدانیم که مسجد نبوی خاصیت‌های بسیار بزرگ دارد که یکی از این خاصیت‌ها زیارت مسجد نبوی می باشد. هر یکی ما باید نیت به مسجد نبوی باید کنیم. به زیارت مسجد نبوی رفتن این عبادت است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عن ابی هریره رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. رواه بخاری و مسلم. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند رحال کردن ممکن نیست مگر به 3 مسجد. رحال یعنی سفر کردن. سفر کردن برای عبادت ممکن نیست مگر به 3 مسجد. این 3 مسجد مسجد حرام یعنی مسجد الکعبه که در مکه مکرمه هست و مسجد هذا گفته مسجد خودشان را در نظر دارند مسجد نبوی که در مدینه است و 3 مسجد الاقصی که این در فلسطین می باشد. ما امروز برای زیارت این مسجد نبوی خواهیم درآمد. ما امروز درباره روضه خواهیم گوزد. چخیلی که گفتیم به غیر از این 3 مسجد و دیگه جا سفر کردن اجازت نیست همچون عبادت. اگر شما قصد عبادت کرده به این مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم سفر کنید انشاءالله ثواب و اجر میگیرید. هر یک انسانی که در کدام طرف دنیا نباشد باید اول نیتی مسجد نبوی گفته نیت کند. نه اینکه به زیارت قبر پیامبر بگوید این بدعت است، بلکه بگوید من برای زیارت مسجد نبوی میروم. برای ما این حدیثی که ذکر کردیم این دلیل است که ما باید بگوییم که ما برای مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم زیارت میرویم. وقتی که نیت کردید به زیارت مسجد نبوی، وقتی که به مدینه آمدید، بعد برای شما دیگه زیارت ها سنت می شود. بیایید از این مسجد بزرگ دیدن کنیم. اولین چیزی که در این مسجد ما باید ببینیم این روضه شریف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بین البیت و منبری روضة من ریاض الجنه. متفق علیه. ابو هریره روایت کرده میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ما بین خانه ام و منبرم باغ از باغ‌های جنت است. ببینید اینجا روضه است، اینجا باغ از باغ‌های جنت است. اینجا جایی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها عبادت میکردند، نماز میخواندند، تسبیح میگفتند، اعتکاف مینشستند. ببینید این روضه است، این محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هر یکی ما وقتی که به زیارت مسجد نبوی داخل میشویم از این بقعه، از این باغ از باغ‌های جنت دیدن کنیم و نماز گزاریم. در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 رکعت نماز به 1000 رکعت برابر می باشد.
علما میگویند هر یک عبادتی که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود اجر زاید داده می شود، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم آن اجر را ذکر نکردند. چقدر اجر میگیرید در عبادتون ذکر نکردند مگر صلات، مگر نماز بود. نماز را پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند که هر یک رکعت نماز به 1000 رکعت برابر می باشد. اینجا روضه است. ببینید در این روضه ستون‌های دارد که ستون‌ها با نام‌های مختلف، هر یک این ستون‌ها قصه ها دارد. مثلا اینجا ستون عایشه، ستون توبه، ستون سریر، ستون حرس، وفود، تهجد، این ستون‌ها به چنین نام‌ها گرفتار شده است که هر یک این قصه دارد. مانند ستون توبه که ابو لبابه گفته که صحابه انصاری خودش را بست تا که توبه او را الله قبول کند. مانند ستون عایشه که عایشه رضی الله عنها نزد این ستون نشسته فتوا میدادند و این چنین ستون عایشه را ستون قرعه و مهاجرین هم نامیده می شود. و این چنین ستون حرس هایی که این ستون همچون اخران گفته می شود که علی رضی الله عنه نزد این ستون استفاده پیامبر صلی الله علیه و سلم را اخرینی میکردند. و این چنین ستون وفود هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از قبیله های عرب وقتی که می اومدن با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات میکردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد این ستون نشسته با آنها ملاقات میکردن. ببینید این روضه شریف چه خیلی فضیلت ها دارد. قصه است از امام مالک رحمه الله که در روضه نماز میخواندن، وقتی که به سجده میرفتن آواز خوب را میشنیدند، آواز بلبل ها و موسیقی های هر خیله را میشنیدند. بعد از این قصه رفته از استادشان وکیع میپرسیدند که ای استاد، وقتی که من به سجده میرفتم همین خیلی آوازهای خوب را میشنوم. استاد وکیع رحمه الله میگویند ای امام مالک، بدان که پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ نمیگوید. آن جایی که تو سجده میکنی باغ از باغهای جنت است. در آخر از الله میپرسم که هر یکی ما را به این بقعه نماز خواندن به نصیب روزی گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. في مكة بدأت حكاية ومحمد كان البداية في الدنيا نشر الهداية صلى الله عليه وسلم ولد لم يعرف آباه كان اسمه عبد الله مات قبل أن يراه صلى الله عليه وسلم يتيم ليس أبوه معه والله يراه ويسمعه أرسل حليم لترضعه صلى الله عليه وسلم بحليمة الطيبة التحقه للبادية معها انطلق عن أمه آمنة افترق صلى الله عليه وسلم